خود لوسیانا میکنه برای مهدی زبیدی، یه ارسال، فرصت برای فولاد خوزستان و ضربه از رضا میرزایی. اونجا دروازه رو باز میکنه حسن بیت سعید و گل مساوی فولاد خوزستان توسط حسن بیت سعید زده میشه. فولاد خوزستان 1، سپاهان اصفهان 1. ضربه پای راست را تماشایی حسن بیت سعید رفت و در چارچوب دروازه تیم فوتبال سپاهان قرار گرفت. فولاد خوزستان 1، سپاهان اصفهان 1. خوشحالی بی حد و حصر مشتاقان فولاد که ملاحظه میفرمایید. عالی زد ضربه‌اش حسن بیت سعید و خودش رو در جدول گلزنان 5 گل میکنه. خوشحالی طرفداران فولاد که سر از پا نمیشناسن و خوشحال و شادمان هستن. ببینیم ما هم در صحنه آیسه ضربه قشنگ و روپای حسن بیت سعید، ارسال صابر هردانی و توپی که بدین شکل دور از دستان نیازمند تبدیل به گل شد.